ما در کشتی سرشار از گازی طبیعی هستیم. این بار خطرناک است، به ما کمک رسانید. این درخواستی پر اضطراب از کشتی قطری الریکایات است که روز 7 ایول در گلوگاه هرمز مورد حمله قرار گرفت. قطر ایران را مسئول حمله به کشتی‌ها در هرمز و از جمله مسئول حمله به الریکایات نامید. وزارت کارهای خارجی ایران عیبنامه را پیچیده نامیده، افزوده است که تهران با جد و جهد به عهده‌داری‌هایش صادق است. در عین زمان به قول تهران هر کشتی تجاری که بدون هماهنگی با ایران وارد گلوگاه هرمز می شود با تهدید روبرو خواهد شد. ستاد مرکزی نیروهای مسلح امریکا روز سه‌شنبه در جواب به این حمله ها موج نوی آتشباران ایران را آغاز نموده، مجوز فروش نفت جمهوری اسلامی را در بازارهای بین المللی از اعتبار ساقط کرد. در پی این اقدام نرخ نفت در بازارهای جهانی 3% بالا رفت. یک مقامدار بلندپایه امریکایی به خبرنگار ریترز گفت هدف حمله ها پایگاه های ضد هوایی ایران، نظام مراقبت ساحل ها و پایگاه های موشکی و پهپادی بوده است. در این نوار شاهدان حادثه که ریترز واقعیت آن را تصدیق کرده است، دود غلیظ از سمت شهر بندرعباس ایران به نظر می رسد. سوختار در کناره های بندر این شهر بعد حمله های امریکایی به عمل آمد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 8 ایول اطلاع داد که در جواب پایگاه های نظامی امریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. هر دو جانب همدیگر را با پایمال نمودن آتش بس متهم می کنند. 2 هفته پیش واشنگتن و تهران اعلامیه تفاهم امضا نموده تصمیم گرفتند که نزاع در خاورمیانه را خاتمه بخشند. ریترز از نقل شاهدان میگوید تهران میخواهد به واشنگتن نشان دهد که در دراز مدت هرمز زیر نظارتش باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا تاکید میکند که کشورش جانبدار صلح با ایران است، ولی راه نظامی حل نزاع نیز از بین نرفته است. ببینید، ما با این و یا آن راه پیروز می شویم. ما یا سازش می کنیم یا کاری آغاز نموده ما را به انجام می رسانیم. خوب، انجام کار دشوار نخواهد بود. به هر حال من جانبدار صلح هم، زیرا نمی خواهم به سرنوشت 91 میلیون نفر تأثیر رسانم. مناقشه اخیر همزمان با مراسم وداع با رهبر پیشین جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای به وقوع پیوست. روز سه‌شنبه صدها هزار نفر برای وداع با رهبر پیشین در کوچه های شهر قم جمع شده بودند. ولی گلوگاه هرمز همانا در مرکز مناقشه قرار دارد و معلوم نیست که حمله ها باعثی از سرگیری نزاع و بسته شدن این آبراهای مهم خواهند شد یا نه. تا این بحران 20% مواد سوخت عالم از هرمز به بازارهای جهانی راه می‌یافت.